درود به همه شما بیننده های عزیز. موضوع امروزه برنامه دنیا پر از جوانی است. آماده نمودن متخصصان میانه طبی در کشور. خب دوستان عزیز، چند برنامه پیش سر همین موضوع با دیگر متخصصان صحبت کرده بودیم و گفته بودیم که همین موضوع را باز پیگیری میکنیم. همچنین اشتراک دارند دانشجویان و آموزگاران مؤسسه دولتی تعلیمی کالج طبی شهر حصار که من ایشان را خیر مقدم میگویم. خب امیدوار هستم که سرجم شدن ما اندر باب این موضوع بار دوم حتما که یک خوب اطلاع خوب، یک اندیشه های سالم و سازگار با بیننده پیشنهاد خواهد شد. کارمندان میانه طب ارتش بزرگی را در نظام تندرستی تاجیکستان تشکیل میکنند. روند تیار کردن متخصصان این بخش تندرستی چگونه است؟ خب یعنی که نخست میخوام در مورد زمینه های آماده کردن متخصصان میانه طبی در مؤسسه های خب طبی صحبتی داشته باشد. عین حال در جمهوری تاجیکستان 35 کالج های طبی فعالیت دارند که از آنها 16 تاشون دولتی و 19 تاشون غیر دولتی می باشند و در این کالج ها از روی 13 تا اختصاص دانشجویان تیار کرده می شود. از جمله کار طبابتی، مامودویگی، کار همشیرگی، کار طبابت دندان سازی، استفاده برای تکنیک و تجهیزات های طبی، کار حفظ اجتماعی و دیگر اختصاصات. در همین کالج های 35 کالج های جمهوری تاجیکستان عین حال 61621 نفر دانشجویان تحصیل می نمایند که از اینها 7415 نفرشون به طور بودجوی و 54205 نفرشون به طور شرطنامه‌ای. این چونین از همین جمعی که 61621 نفری که ما گفتیم، از اینها 49416 نفرش رو دختران تشکیل میدن و 12205 نفرش رو پسران تشکیل میدن. در سال ختمی سال تحصیلی 2021-22 همگی کالج های طبی جمهوری را ختم کردن، همگی 14255 نفر. از اینها 2860 نفر به طور بودجوی و 11395 نفر به طور شرطنامه‌ای. و در سال تحصیلی 2022-23 در با کالج های طبی جمهوری قبول گردیدن 15201 نفر و که از اینها 1988 نفرشون به طور بودجوی و 13213 نفر آنها به طور شرطنامه‌ای. با شرافت سیاست پیشوای معظم ملت، اساسدار صلح و وحدت ملی، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امالی رحمان و سیاست خوبی برای ماندن در راهی تیار کردن و آماده سازن متخصصان کسبی طبی وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان و همچنین وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان خیلی پیشروی‌های نظررس به دست آمده است. باید قید نمایم که در مؤسسه تعلیمی دولتی تعلیمی کالج طبی جمهوری امروز قریب حدود 8500 نفر دانشجویان به تحصیل فرا گرفته شده است. از اون جمله از روی 13 اختصاصی که محترم رحمت الله بیان نمودند در کالج تعلیم صورت میگیرد و امروز باید قید نمایم که بعدی با استفاده دادن بینوی تعلیمی که نظیرش در آسیا میانه نیست، عموما سمت تعلیم 100% به قله‌های بلندترین رسید و امروز باید قید نمایم که نوابسته از آنه که تمام شرایط ها امروزه در کالج طبی جمهوری برای آماده نمودن متخصصان میانه طب فراگیر است، ولی نوابسته از این در جریان تعلیم در جریان کار معلوم شد که بعضی کمبودی‌ها و نارسی‌ها موجود هستند و از آن ایرادهایی که سرور دولت در وقتی پیامشون بیان کرده بودند ما همین را سرمشق کار کرده امروز کوشش نمودیم که همه همون کمبودی‌ها برطرف کرده شده و در روی آماده ساختن متخصصان میانه کسبی طبی خیلی پیشروی‌ها به نظر میرسند. شما نماینده مؤسسه دولتی تعلیمی کالج طبی شهر حصار، خب بیاید یک کمک در
موضوع اونه که امروز رغبت، میل و قابلیت و یا اینکه ذهنیت و خواهشی خب جوان دختران و جوان پسرانی که در شهر حصار زندگی میکنند عمر به سر میبرند وابسته به مثلا خب جلب شدنشون به کالج طبی یا که دوست داشتن این کسب چگونه است و روند تعلیمتون چگونه به راه مانده شده است؟ بیش از همه شکرانه همین فضای صلح و آرامی در کشور صاحب استقلال ما که با چنین دستاوردها نائل شدیم و مؤسسه ما نیز بهر شرایط فراهم نمودن دانش ازخودکنی تعلیم گرفتن دانشجویان یک قطار کارها را به انجام رسانده است و گفتنی هستم که امروز دانشجویانی که داوطلبانی که خواهشی انتخاب این کسب را دارند و اینچنین در مؤسسه ما خواهشی تحصیل را دارند کم نیستند و سال از سال هم زیاد شده ایستادند. خب این را ما طریق آماری مرکز ملی تستی نیز همه روزه میبینیم، مشاهده میکنیم و مؤسسه آن کارهایی که انجام داد سالهای اخیر نظررس هستند، یعنی جلبی آموزگارانی درجه و عنوان علمی داشته، خب تامینات با موادهای تعلیمی، متدی، تجهیزاتها، خب جوابگو به طلبات معاصر، خب استفاده اسلوب‌ها و متدهای گوناگونی تعلیم، خب که امروز ما را به موفقیت‌ها آورده می‌رسانند. شرایط مساعده که با ما فراهم آورده شد، ما توانستیم که متخصصان رو خوب تیار کنیم، دانشجویان خوب تیار کنیم، آنها را دقت آنها را به فن‌های دقیق یعنی طبیعت شناسی، ریاضی جلب کرده توانستیم. همین همه موفقیت‌ها که ما امروز داریم به دستگیری خود اول سرور دولت محترم امامی رحمان و وزارت تندرستی و رهبر مؤسسه است که همه روزه با ما همکاری میکنند. هر پیشنهادی ما میکنیم آنها دستگیری مییابند و ما میتوانیم که با این راه مهارت کسبی متخصصان ساحه طبی میانه رو بلند برداریم. نماینده های مؤسسه دولتی کالج تعلیمی شهر حصار، خب از شرایطاتون قصه کنید چگونه است؟ از آموزشتون قصه کنید چگونه است؟ از اونه که تعلیم آموزگاران به شما میدهند چگونه است؟ پسند است؟ برای بلند برداشتن دانش کسبی آموزگاران شرایط خوبی را در مؤسسه دولتی تعلیمی کالج طبی شهر حصار مهیا کرده شده است. یکی از راه‌های بلند برداشتن صفت، یکی از راه‌های بلند برداشتن معرفت حقوق آموزگاران این تشکیل نمودن آزمون و المپیاد ها می باشد. خوشبختانه با تشبث پیشوای ملت 4 آزمونه که پیشنهاد گردید باعث دستگیری همه جانبه ما آموزگاران گردید. خوشبختانه دانشجویان عزیز ما در آزمون فروغ سوپ دانایی کتاب است فعالانه اشتراک نمودند و 12 نفر به دور شهری را خط گرفتند که این باعث پیشروی و موفقیت مؤسسه ما می باشد. خوشبختانه در اساس تنجی و آسودگی کشور عزیزمان تاجیکستان عزیز روز تا روز پیش رفته ایستاده است و این تاثیرش را برای آباد و زیبا گرداندن وطن عزیزمان میرساند. من دانشجوی کالج طبی شهر حصار می باشم. البته هست ما با کتاب های تعلیمی پوره دسترسی داریم. آموزگارای ما آموزگارای خوب هستند و هنگام درسی با ما خوب معامله میکنند. ما با همه تجهیزات هایی که با ما لازم است به یک دکتر ما همه اون رو دسترسی داریم. در بین کالج های طبی جمهوری یک شروع معینی دیرکتور عمل میکند و هر یک ماه یک بار جمع میشوند و به طور آنلاین هم نه، به طور همین یک جویا در وقتی که اومده در ویای مجلس های وزارت اشتراک میکنن یک باره همین خیلی مسئله هایی که در حقیقت ضرور است بین همین خود سروران همین کالج ها محاکمه می شود. بسیار دستورهایی که از جانب کالج طبی جمهوری همچنین یک کالج زمینوی یا اینکه مرکزی همین دادن دستورهای تعلیمی و دیگر همینا باز در همون نوعیه ها
دستگیری می‌یابند تطبیق کرده می‌شوند و حاضر این خواهر عزیز کماکک ممکن که با اون درجه که نفهمی سوالا اینو اون چیزی که هست در درون خود کالج یعنی که این نام دارد تو به پیش بیمار رسیدن بله تعلیمات عملی تو پیش بیمار نام دارد یعنی که تو نزدیک بیمار رفتن اینو باید دست راست کنن چگونه سوزاندارو گذراندن در کار چگونه هر در کاغذ رو موندن در همه اینا تو پیش بیمار مسنجر همه طرفه بعد که سپریدن سنجش که در حقیقت او آماده است که به نزد بیمار رسد دوامی تجربه آموزی در نزد بیمارخانه مرکزی شهر ایسور راحت به هر کجایی که میگیرد نه میروند همونم در دایره تعلیمی است با روبری به واسطه آموزگاری همون کالج و همچنین آموزگاری متدی که از خود بیمارخانه در همکاری مثال رهبریت مؤسسه تعلیمی با بیمارخانه و پلیکلینیک یا که امروز کاتس میگن در این صورت میگیرد و از سرهمشیره ها از همشیره هایی که تجربه بوی غنی دارند به همین دانشجویان سرپرستای به واسطه تعیین کرده میشود که اونا را باز یک هفته دیگه در کابینت پروسیدور نمیگن در کابینت آماده سازی و گذراندن کابینت گذراندن دور همه عملیاتای همون بیمارخانه تعلیم میدن اونا بعد میتونن که به طور مستقل با یاردمچی همون همشیره طبی یا که هنگام نوبتداری دیگر آماده میشوند تا به سایقل یافتن رسیدن 3 بار تجربه آموزی تعلیمی عملی میگذارم نوبسته به اونه که سالهای اخیر شماره مؤسسه‌های عالی تعلیمی رشته طب در جمهوری میافزاید ولی همان میدونیم که آگنتی امور هنوز هم اطلاع میدهد که متخصصان معلومات عالی‌دار در ساحه تندرستی نمیرسند مخصوصا در منطقه دوردست جمهوری این وضع یعنی تامین مؤسسه‌های تندرستی با کارمندان میانه ساحه چگونه است چون میدونیم که در دایره مثلا استقبال 30 سالگی جشن استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در مملکت هزارها انشاءات نوی تندرستی به استفاده داده شده است برای تیار نمودن متخصصان یعنی که تامین نمودن مؤسسه‌های دوردست کشور با دستگیری اساسگذار صلح و وحدت ملی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در همین 3 سال اخیر در همین ناحیه‌های دوردست قریب که یک 8-9 تا کالج‌های دیگر تأسیس داده شدند مثلا این کالج طبی در ناحیه خوالینگ کالج طبی در ناحیه فرخور کالج طبی در ناحیه وسی کالج طبی در دهات کنگرتی ناحیه تیمور مالکی این کالج دولتی می باشد در ناحیه شهر توس در ناحیه 5 این کالج ها در آینده همین اگر که مثلا اینو 3 سال شده باشد اگر سال آینده ممکن است که اینو ختم کننده ها مؤسسه را ختم نمایند که همین نورسایی کادرهایی که در ناحیه های دوردست به نظر می رسد همینو برطرف کرده می شوند همه اینو برطرف کرده می شوند و غیر از این هر یک رهبریت و متصدیان کالج های طبی جمهوری اویدی با جای کار رسیدن متخصصان جوان آنها همه وقت کاربری می نمایند و در آخر سال با وزارت تندرستی معلومات پیشنهاد می نمایند که چند نفر با جای کار رفت چند نفر با جای کار نرفت برای همین ما وقتی که همین سال به سال همین آغاز ما دیده برآمده ایستادیم با جای کار رسیدن متخصصان جوان فیصدش زیاد شده ایستاده است مثلا سال گذشته قریب که 70% بود با جای کار رسیدن متخصصان جوان و ما امیدواریم که در آینده وقتی که همین کالج ها ختم کننده وقتی که ختم میکنند کالج رو همین کمبودیایی که مثلا نورسایی کادرها هستند همین عموما برطرف کرده میشه در سال با دانشگاه طبی با طریق کوتا از شهر نویو دستگیری میوان از جانب حکومت‌های نویو و سالهای پیشتر ما خوب در یاد دارم که از جانب حکومت‌های محلی
همین شخصان همین دانشجوها هم دستگیری میفتن، هر وقت وخری میشید. اکنون صدا از دو طرف است. بله. اون چیزی که با وزارت تندرستی هیچ موارد جوری وابسته هست با دانشکده و دانشگاه از جانب او اجرا میشود، لیکن کادر جوانی که مثال میرود هم همشیره طبی است یا که دکتر است باید از جانب حکومت محلی هم دستگیری یابد، دستگیری های اجتماعی برخوردار باشد. مثال یک کادر جوان میرود برای شرایط های کاری را مهیا کردن در کار، اقلا صاحب یک زمین میو وای باشد که مثال همین پرابلم و مشکلات برای وای وجود نباشد، فقط وای درباره در فکر کار باشد، فکر کار باشد. متاسفانه ما به نظر میکنیم که بعضا وقت کادرهای جوان همین شرایط مساعد نمیوند، یا اینکه مثال در دوره دانشجویی حرکت خانه‌دار شده است دختر باشد یا با دیگر نوعیت و خانه‌دار شده رفته است. همین خیلی بعضی مشکلات و پرابلم های وای هست، اینا باید درک کردن دار کنند. لیکن در مسئله تامین شدن مؤسسه‌های تندرسی خو دولتی باشد، مؤسسه تندرسی خب مؤسسه تندرسی از جانب صاحبکاران شدگی هم هستند بسیار جدا. من فکر میکنم که یگان مشکلات در تامین کادر اونو باید نداشته باشند. از روی من اموری که حضرت رحمت الله گفت امروز قریب 2000 چند نفر متخصصان 860 نفر فقط از رشته بودجوی، یعنی که از حساب دولت خواننده شده مثال صاحب دیپلم میگردن آماده هستند که مثال همون جای نورسایی و بگر باشد هم ممکن قدر زیاد نیست، ممکن یکون 500-600 جایهای خالی ممکن باشد، لیکن اکنون این با اینا را با دستگیری کردن در کار. با معلومات شما میرسونم که طولی چند سال اخیر سوم سال میدارد که بین دانشجویانی که به مؤسسه داخل میشوند سازشنامه سه طرفه، شرطنامه بین مؤسسه دانشجو و مقامات اجرایی محلی منزل زیست دانشجو بسته میشود که پس از ختم برگشته در آنجا کار و فعالیت کند و نتیجه خود را نیز داده ایستاده است. ما از این پرسان شده میستیم و هر یک 3 ماه از نتیجهش با وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی عالی جمهوری تاجیکستان معلومات پیشنهاد میکنیم. خب هستند عامل هایی که در حقیقت به جای کار رفته رسیدن خط کنندگان مانع میشوند، یعنی که قسما دانشجویانی که کورس‌های بالایی میشوند الکی قسم زیادشان خانه‌دار میشوند و منزل زیست نیز عوض میشود. خب اینها میتوانند شده خوش باز هم همون از وضع اولوی. خب قسما ما در مشاهده نمودیم از روی آماری که خود ترتیب دادیم پرسان شدیم، زنگ‌های تلفنی کردیم، هستند دانشجویانی که ختم میکنند با خارج از کشور میروند. خب کسبی دوم یا اینکه اختصاصی دوم انتخاب میکنند و آن را دوام میدهند. خب وقتی که اینها را ما میبروریم همین سازشنامه‌ای که شد و شده ایستاده است خیلی و خیلی برای برطرف نمودن چنین نارسایی سم گذاشته ایستاده است. ما تمام حرکت هم میکنیم که طلبات همون ختم کننده را ما قانع گردانیم برای بجای کار راحت گرفتن. من دیروز ما در حقیقت در تقسیمات بودن محترم رحمت الله، همین ما همه همین امکانیت استفاده بردیم که همون دانش ختم کننده رود صاحب جای کار گردن. اکنون من همین خواهش میکنم از حکومت های محلی، از همون سردخترهایی که در نویا کار میکنن همین چیزی ما را هم درک کنن که مثال ما با امید مثال ما اصلا باید با ختم کردن و او قدر نکنیم، با امید آماده میسازیم، هزار سعی کوشش میکنیم، تمام شرایط رو میخواهیم با وجود بیاریم، از امکانیت های عادی ترین استفاده میکنیم که این متخصصی ما صاحب کسب گردد، یک چیز یاد گیرد و فقط تواند که با شرافت همین کسبش یک لقمه حلال مهنتی خود رو یافته استفاده برد. از شونده هاشون هم بسیار وقتی چی خواهش میکنیم که بگذار بعضی همین مانع میشن برای خوندن، همین خیلی حدیث هم هست، با حضور اگر من دروغگو نگد
و اصلا که ما کوشش میکنیم که همون دومت خطی هم حرکت که ما نمی آدم خوند خیلی زندگی 1001 پست و بلندی دارد پگو همین دیپلمش ممکن که تراد صاحبی انولانون کنه در وقتی ضروری و تنگی دست بدن هر کجایی که رود صاحبی کسب باشد صاحبی دیپلم باشد البته وای این دیپلم برای وای خدمت میکنه. پیش از آن فکر میکنم که در همون ناحیه‌های دوردست وقتی که دختر بچه دیپلمش هم میگیرد به کار میرود به شوهر میبرد و بعد مانع‌های زیاد آنجا نمیدونم کدام رویه ها باشن یا به کدام نمود گیم نمیدونم مانع میشود که نمیموند که همشیره کار خود را اجرا کند چون که مدت 3-4 سال الکی میخوند تجربهش بوی میشود وقتی که به شوهر میبرد الکی در خانه شوهر مانع میشه 3 سال 4 سال بعد 3-4 سال میگه بینه که بعد زندگی مشکل شد و اجازت میده که رفته و کار کنه نه که آخر همشیره با آدم سر کار دارد برای ارگانیسم زنده و باز برای تکمیل دادن همین کسب خودش باید با تکمیل اختصاص کند با شرایط در کار با ان همین مانع‌ها میشه من نمیدونم یا که باید در اون محله ها یا در اون منطقه ها نمیدونم رئیسان محله دارن یا که نماینده‌های اون مردمی است که به مردم کارهای فهماندهی دهد و همون خاندانی که مثلا دختر بچه کلین شده میرود و علاقه دیپلم تیبی دارد همون خانه را یک بار خبر گیرد از اون پرسد که نکن در همین محله ما شما کلین آوردید و صاحب علم است و طبیب است میتواند که به ما یاردم کند به محله یاردم کند اگر همه کارهای فهماندهی میشد و همون روحیه روانی همون شوهر یا خاندانی هم را اگر با اونها کاربری میکردن شاید که اونها اجازت میدادن همین کمبودی در منطقه های دوردست برطرف میشد. طوری که همه ما و شما میدونیم رهبر دولت پرزیدنت محترم کشورمون امامعلی رحمان در پیام 1 سال قبلشون از سطح و صفت تعلیم در همه رشته های تحصیلات از جمله در ساحه تندرستی اظهار نگرانی نمودند و با وزارت معارف و دیگر وزارت و ساختارهای دخلدار وظیفه‌دار کردند که در مهلت کوتاه‌ترین راه و واسطه‌های بلند برداشتن صفت تحصیل را در مؤسسه‌های تعلیمی پیدا و جاری نماید. اید به همین مسئله خواهش میکنم که اندیشه‌های نتیجه بخش پیشنهاد بسازید. ما سر وقت به همین نسبت همین چی البته هم شورای دیرکتور رو براشید گذاشت همین مسئله مورد محاکمه جدی قرار گرفت هم شورای دیرکتوری تمام مؤسسات تحصیلات میانه کسبی یکی از موضوع اساسی یعنی که همین ایرادو و در پرتو همین چی اون چی که نسبتی تیار نمودن متخصصان میانه کسبی تیبی نسبتی همشیره های تیبی و ممداوی هایی که با کودکانی و نو تولد شدگی خدمت برسانند همین دا بعضی ایرادو شده بود ما از این ایراد را قبول کردیم و در مدت من 2-3 ماه اخیر ما علاقه برنامه‌های مخصوص اوید با تیار نمودن همشیره هایی که مثلا با صرف مشغول باشن با کودکایی که از درون زل تولد تالار تولد تا 28 روزه شدن هر یک اتاپش ده برنامه‌های مخصوصی که چگونه چی اختلافات موجود دانش ممکنه چگونه در حالت اگر تولد به نقص باشد چی را باید دانستن یعنی هر عمل ضروری که با اونها وابستگی داره برنامه را کردیم حاضر با گروه اکسپریمنتال زیاده از 50 نفر از همین 3 اختصاص دانشجوی ختم کننده را آماده کردگی هستیم و این از پگاه سر کرده در همون بازوی تعلیمی علاقه رفتند این یک نمودی اکسپریمنتال است و در آینده در هنگام تهیه کردن نقشه تعلیمی تابستان ما همین را کوشش می‌کنیم که با نقشه تعلیمی همین اختصاصو وارد سازیم که این یک چیزی عملی به یگم دیگر تیاری مخصوصی همین از روی عدتا رود و همین نقشه تعلیمی با تمام کالج‌های طبی داده میشد از روی همین نه اینکه یک کالج طبی جمهوری دیگر در تمام گوشه جمهوری علاقه این همین یک ایرادی که بود
باید که سر وقت معامله برطرف کنیم و با وزیر محترم تندرستی جمهوری تاجیکستان حسابات هم پیشنهاد می شود خودی تحت نظارت به واسطه وزیر تندرستی هیچ اجتماعی اولی جمهوری محترم جمالدین عبدالزاده همین مسئله قرار دارد. این یک جهت. با تشکیلات های بین المللی رابطه باز مستحکم کرده شد. از آنها به طور لازمی استفاده برده استفاده همین سمینارها و من رفت آمد دسترسی نمودن موادهای نوی تعلیمی اسباب و انجام این است همون نسبت آن اراده است. من در ساحه فقط تیار کردن متخصصان میانه طبی گفته هستم. امروز در مؤسسه ما نیز همه ساله خب فایز معینی آموزگاران از کورس های تکمیل اختصاص میگذارند برای که پیش از همه باید آموزگار سطح صفت آموزگار بلند باشد که او تعلیم میدهد درس میدهد و خب بعدا نتیجه میدهد و برای سطح صفت را بلند برداشتن خب ادبیات ها نیز غنی گرداندن فوند کتابخانه مؤسسه رول مهم را میبازد. امروز تمام ادبیات های تخصصی ما که پیشتر با زبان روسی بودند ترجمه یافتند و علم تاجیک در رشد است و ما نیز همه ساله ادبیات های نو را دسترس میکنیم برای آنکه علم هر روز هر ساعت در پیشروی است و هر روز یک نویگری است و از این عقب نمانیم. ما باید که تمام کوشش نماییم. امروز در مؤسسه ما کتابخانه الکترونی است و از این دانشجویان استفاده میبرند که با خط اینترنت پیوست می باشد و کتابخانه هایی که در قلمرو جمهوری هستند آنها نیز ما به آنها نیز دسترسی کرده می توانیم. خب سال از سال تجهیزات هایی که دانشجویان خواستند گفتنی تجهیزات هایی که تا به نزدی بیمار رفتن با آنها همچون مدل یعنی که لازم است که ببینند خب مشاهده کنند تجربه کنند اینها هستند و بازم برای همکاری را در سطح بلند ماندن ما با پایگاه‌های مؤسسه یعنی که با مؤسسه‌های هم دولتی و هم غیر دولتی تندرستی شهر و ناحیه‌های جمهوری شرطنامه همکاری بستیم تا اینکه هم درس‌های نظروی و هم درس‌های تجربوی به یک سطح بلند گذرانده شود و این همه نتیجه خیلی هم خوب خواهد داد. ما کارمندان ساحه طب کوشش میکنیم که برای آماده سازی متخصصان ورزیده سعی خود کنیم چون که در مؤسسه کالج طبی جمهوری کتابخانه ما هم به خط الکترونی پیوسته است. دور نگذشته نوکک در بین کتابخانه های شهر دوشنبه جای نمایان را اشغال کرد کتابخانه کالج طبی جمهوری. کافدرای ما که فن‌های گفتیم که طبیعی ریاضی و طبیعت شناسی را که در بر میگیرد هم مسئله کوشش به خرج دادیم که دانشجویان را آماده کنیم. در سطح خود کالج در 3 دوره آزمون ها گذراندیم. باز در کافدرهای تخصصی همشیرگی در کافدرای کار محمددویگی کنفرانس های نظریوی و عملی و علمی گذرانده می شود. در کالج طبی جمهوری خادمان علمی یعنی نامزدهای علمی کار میکنن فعالیت میکنن. از طرف آنها پیوسته ادبیات و دستورهای تعلیمی تهیه و پیشنهاد گردیده به چاپ میرسد و دانشجویان ما از جهت دریافت ادبیات تعلیمی تنقیصی هم نمیکشند. من باوری دارم که همه این زینه های مادی تکنیکی که امروز شرایط مساعد برای ما فراهم آورده است همه آن کمبودی ها همه آن ایرادهایی که سرور دولت محترم امالی رحمان پیشنهاد گرداندن با ما برطرف میگردد. ما با باوری گفته میتوانیم که متخصصان خوبی ساحه طب رو آماده میسازیم که در آینده برای یعنی اهالی خدمتی صادقانه کنند و جامعه سالم رو ما بسازیم. بیننده های عزیز و نفرانی که برنامه ما رو پیگیری کردید من گمان میکنم که این همه گفته‌هایی که متخصصان اینجا گفتن سری موضوعی که ما پیشنهاد کردیم یعنی آماده کردن متخصصان کسبی میانه طبی. خب امیدوار هستم که در سالهای نزدیک اون یک کم مشکلی هست
برطرف خواهند شد، چون دیگر همگی از موفقیت، از پیروزی، از شرایط‌های خوب قصه کردند. دیگر همین است، شکرانه آبادی و استقلالیت و آزادی این ملت صاحب تمدن. فقط آیت شکرانه بر لب داشتند در کار، دست به دستی هم از یک گریبان سر برآوردن در کار و با افتخار زیر لوای تاجیکستان باید بگوییم که زنده باشه وطن تاجیکستان آزادی من. برای شما برای موفقیت آرزو میکنیم. خانه‌تان پر از گندم، تنتان سالم. تا نزدیکترین دیدار، هموطنان عزیز، خود و نزدیکانتان را احتیاط کنید.